فقط یه ماینکرافت پلیر واقعی میتونه این بلاک ها رو تشخیص بده. از آسون داریم تا غیر ممکن. برو بریم. شماره 1 بلاک گرس. شماره 2 TNT. شماره 3 کرافتینگ تیبل. اینا خیلی راحت بودن ولی عمرن بتونی همشون رو تا آخر درست جواب بدی. شماره 4 بدراک. شماره 5 کابلستون. شماره 6 چوب. شماره 7 بلاک یخ. شماره 8 درت یا همون خاک. شماره 9 ابسیدین. و میریم سراغ غیر ممکن. شماره 10 پشم سفید. پشمات ریخت یا نه؟ و شماره 11 گراول. چند تاشو درست گفتی؟ صادقانه توی کامنت ها بگو لطفاً، چون عمرن همشون رو درست گفته باشی.